درود دوستان، نوشین هستم. به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز میخوام بهتون شور بامیه خوشمزه رو آموزش بدم. خب اندازه این بامیه 400 گرم بامیه است که باید بامیه حتما تازه باشه. مقداری فلفل و سیر و مقداری نخود برای ترد شدن. سرکه، من سرکه سفید استفاده کردم. شما میتونید از هر سرکه‌ای که دلتون بخواد استفاده کنید و یک ظرفی که باید کاملا خشک باشه و مقداری آب جوشیده که من گذاشتم خنک شده همراه با 3 قاشق غذاخوری نمک. مرزه خشک و ترخونه. ابتدا سیرها رو اضافه میکنم و بعد فلفل بهش اضافه میکنم، فلفل سبز تند و همینطور مرزه خشک و ترخونه خشک که بسیار معطر میکنه. شما میتونید شویت هم اضافه کنید، من شویت نداشتم اضافه نکردم و مقداری هم نخود اضافه میکنیم به خاطر اینکه نخود به ترد شدن شور بامیه کمک میکنه. نخود عالیه، حتما اضافه کنید. بامیه ها رو اضافه میکنیم. دوستان این شور بامیه بسیار خوشمزه است و بسیار ترد میشه و خواص درمانی عالی هم داره. برای عزیزانی که دوست ندارن خورشت بامیه میتونن به این روش بامیه رو استفاده کنن. دوستان من بامیه ها رو توی شیشه چیدم. حالا وقت اضافه کردن سرکه است که من از 3 قاشق سرکه استفاده میکنم. بیشتر از اون سرکه نمیریزم به خاطر اینکه نمیخوام ترشه بامیه درست کنم. اسمش شوره و میخوام شور بامیه درست کنم. خب دوستان 3 قاشق سرکه اضافه میکنم. قاشق اول، قاشق دوم و قاشق سوم. وقتی اضافه کردن محلول آب و نمکه دوستان، وقتی که آب به جوش میاد از روی شعله ورش می‌داریم و اجازه میدیم که خنک بشه و بعد بهش 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه می‌کنیم و آب داغ رو نباید روی بامیه ها بریزیم به خاطر اینکه باعث میشه که بامیه ها کپک بزنه. پس آب رو سرد اضافه می‌کنیم. خب همونطور که می‌بینید شور بامیه من آماده شده. الان درش رو میذارم مقداری حالا اون سرکه، گاز سرکه یا حباب ها خارج بشه و بعد درش رو می‌بندم. بعد از اینکه درش رو بستم میذارم توی جای خشک و خنک و تاریک که به مدت 1 هفته اونجا بمونه و بعد آماده خوردن میشه. امیدوارم از آموزشی که بهتون دادم لذت برده باشید. در پناه خداوند باشید.